مجاهد نور این خانه شمع تو مکی چو گلشن به دامنی مجاهدم کفونی دو گوهر زرین یاشان داستان تو سیار شد آب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والاه. الحمد لله هدانا لهذا وما الحمد لله الذي نحمد به أنفسنا أعمالنا قارا برب لمن وكفر، ونشهد أن سيدنا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر اللهم وعلى أهل بيته الطاهرين هدى مناء دعوته وقاله وفي ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلهم بإحسان صدري لي أمري العقدة هو قولي. همان وجود به تو ای محمد بیام. ولی هم چه حرفی نمیزنه برای که نیامده براش. مندم جاهل مند بقیه منجر علی که تولیدی خودشونه، از شرک و نجاست شونه. کجا علی هم چه حرفی زده؟ نهج البلاغه که شما میگی خواه قدری اونجا چه هم چیزی نگفته؟ همانا که قرآن ز رب وجود به تو ای محمد بیامد فرود. اکثر نگردند مؤمن، اکثر خلق یعنی از غیر مسلمانان، از بقیه بشر. همچنان که عرض شد آیاتش 43 آیه شریفه. بعضی از مفسران بخصوص معاصر میگن که ما وقتی در مقابل این نصوص قرآنی وامیستیم تفکر میکنیم فرامو میگیره که چطور با اسلوب بشری ناقص بتونیم این الفاظ عظیم رو کنیم، تفسیر کنیم. بعضی میگه که ما اصلا دست بکشیم
این گستاخی کار کنیم که ما از 1400 سال قرار داریم با چه از اهتمام های قرآن، چه از اهداف قرآن، اون معانی و ابعاد حقیقی که در اون وقت برشون نازل شده در حس ما الان در این زمان و بسیاری از مسلمانی و زلالتی به سر میبرند که اون وقت باش مبارزه میکرد. وقتی قرآن نازل شد راه سرگردانی خودشون را فکری را عرض میکنم، همچنان که این قرآن اون گمراهی های سابق رو هدایت کرد، میتونه در هر عصر اینطوری باشه. ولذا مادامی که به قرآن مراجعه نکنیم و با قرآن زندگی نکنیم، هیچ از اسرار قرآن و از معانی قرآن رو نمیتونیم درک کنیم. ولذا اهل علم، اهل فکر، اهل دین میگن که اسرار این قرآن رو هر کسی که تو خونهش نشسته پشت میز و پشت صندلی تفسیر میکنه نمیفهمه. این قرآن کتاب بازی نیست، کتاب فلسفه نیست، کتاب عمله. کسی اسرارشو میتونه بهش برسه که در میدان نازل شده باشه. و تفاوت از مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه همیشه میگفت که اگر های اولیه مسلمانان ما را ببینن میگن این چی اسلامی که شما داشتی؟ آیا این اسلام واقعا؟ برای که اونها مستقیم قرآن مخاطبشون قرار میداد. ریتم قرآن و صدای قرآن و در تصاویر قرآن و در حسشون، در معانیشون، در وجودشون درک میکردن. اشارات قرآن و فعل انفعالات قرآن و براشون ایجاد میشد. ولذا مستقیم استجابت میکردن و با این قرآن، با معانی این قرآن، با عقاید این قرآن، با احکام این قرآن در مقابل گمراهی های زمان خود چه انظر فکری و چه انظر عملی میستادن. ولذا در زندگی کوتاه خود معجزه‌ای را انجام دادن که شد معجزه محمدی بعد از قرآن. دومین معجزه محمد صلی الله علیه و سلم بعد از قرآن چیه؟ نسلی که دنیا رو تغییر داد، تربیت نسلی که با قرآن دنیا رو تغییر داد، همون نسلی که شیعه تکفیرش میکنه. چطور اون رو تغییر دادن؟ با انقلاب بزرگی که در خود ایجاد کردن به وسیله پیام محمدی، به وسیله قرآن، در قلوبشون، در احساساتشون، در زندگیشون. بعد با انقلاب بزرگی که در زندگی ماحول خود ایجاد کردن، با انقلاب بزرگی که در کل جهان در اون روز ایجاد کردن، با انقلاب بزرگی که در خط سیر تاریخ ایجاد کردن. این نکته رو دو نفر به خوبی توضیح میده. یکی ابوالحسن ندوی این نکته رو به خصوص، یکی سید قطب. با این تفاوت که خدا هر دوشون رحمت کنه، با این تفاوت که ابوالحسن ندوی چون در مدارس دیوبند درس خونده و مدارس دیوبند زلالت ها و گمراهی های تشیع رو خوبی میدونه و باشون تماس داشته، در محیطی هست که باشون تماس داشته. در مصر متاسفانه این حساسیت وجود نداشته، با وجودی که باید بیشتر می بود، برای که فاطمیون ملعون ملحد مثل دولت خبیث ایران مصر رو شرکستان کرده بودند تا اینکه مصلحی بزرگ مثل صلاح الدین ایوبی مصر رو تغییر داد. ولی برعکس ابوالحسن ندوی که صورتان متضادتان، یا شاید به خاطر اینکه عمرش بهش اجازه داد،
شاید به خاطر این. لیکن سید قطب در مقابل شیعه و مثل ابوالعلا مودودی ساکته. چرا اینها سکوت میکنند؟ بنده در تحلیل شخصی خودم اینو میگم، برای اینکه با تشیع حزب سیاسیه، هدفش رسیدن به هر حزب سیاسی اسلامی که دنبال قدرت باشه و معلومه که نسبت به همراهان خودش سکوت میکنه و این کار اشتباه بزرگیه. و این اشتباه بزرگ و امروز احزاب اسلامی در مقابل ایران متاسفانه تکرار میکنند، از تاریخ عبرت نگرفتند. شاید این فکر الان به ذهنم اومد، شاید ابوالحسن ندوی اگر دنبال قدرت می بود، یک حزب اسلامی می داشت که مثلا دنبال قدرت می بود، یک عالم دین نمی بود، چون عالم دین مستقل تره. وقتی آدم دنبال یک حزب باشه ناچار همه دینشو در چارچوب اون حزب قرار بده، اگرچه حزبش اسلامی باشه. مقصود بنده رو متوجهید. ورزه ابوالحسن ندوی زبانش بازتر بود در این مورد و به هر حال اصحاب محمد با این قرآن در خود انقلابی ایجاد کردند، در ماحول خود انقلابی ایجاد کردند و در خط سیر تاریخ انقلابی ایجاد کردند، چون از منبع قرآن و سنت استمداد می کردند بدون هیچ واسطه ای. ولذا متأثر می شدند، با حرارت قرآن گرم می شدند، با شعاع، با وحی و با نور قرآن، بر وفق حقایق و ارزش ها و تصورات قرآن خود را وفق می دادند. اما امروز ما چطوریم؟ بعد از 15 قرن میخواهیم خودمون عقایدمون از شرق و غرب گرفته باشه، از فلان و علان گرفته شده باشه، بینشمون، دیدگاهامون، ایدئولوژیمون راجب این جهان، راجب هستی، راجب کائنات، راجب ارزش‌هایی که در زمین هست، راجب مکاتبی که در زمین هست، از همه اینا متأثریم. میخوایم قرآن رو متکیف کنیم، بیام تعویل کنیم. اگر نمیشی وهابی، اگر نمیشی سلفی. جنگ تشیع با سلفیت یکیش همینه، به غیر از شرک بدعت هاش. اون موقع ما وقتی تصورات و ایدئولوژیمون از جای دیگه میگیریم، میخواهیم مطابقت به محمد صلی الله علیه و سلم. ببینیم اونا چه معجزه‌ای انجام دادن در خودشون، در زندگیشون، در ماحولشون. ما میخواهیم همون اعمال رو داشته باشیم، آرزو میکنیم یعنی، ولی با تصورات خودمون، با عقاید و ایدئولوژی خودمون، یا کم و بیش اسلامیش کنیم. این اشتباه بسیار بزرگیه، برکه اونها در واقع مخلوقاتی هن که ساخت قرآنن، ماهانه. ولذا این قرآن همچنان که عرض شد، به همان اندازه که خودت را فدایش میکنید راه بهت نشون میده. و در هر بار که قرآن رو بخونید، در هر بار که سوره ها رو بخونید، بعد از 50 سال، 60 سال، 100 سال مفسر باشید، در هر باری که قرآن میخونید یه شعاع دیگری میاد، یک اشراق دیگری میاد، یک الهام دیگری میاد، یک ریتم دیگری میاد. ولذا به هر اندازه که انسان خودش فدای قرآن بکنه، به این معنا که از قرآن مدد بجویه، به این معنا که بخواد بفهمدش و بهش عمل کنه، هم به همون اندازه قرآن راهنماییش میکنه. ولذا هر بار شما میبینید قرآن جدیده، هر باری که بخونید گویا قبلا این نخوندید، آیه رو میخونید چیز جدید میبینید، گویا قبلا اینو نخوندید. لیکن نفهمهایی مثل آخوندهای مدعی تشیع میگه عمر میگه گویا این آیه رو اول میخوندن، برای این معنی رو نمیفهمند. با نفهمی خود میخوان سراغ خوبان برن.
و این سوره از شگفتی های سوره قرآن به قول اهل تفسیر. میبینید که با یک نفس، با یک ریتم، با یک فضا، با یک جو، با یک عطر، از آغاز تا نهایتش نفس انسان رو اشباع میکنه، روح انسان رو اشباع میکنه، چه منظره هایی میاره، چه خواطری رو میاره، یک انبوه از معانی و احساسات و اشراقات رو به انسان تحویل میده، چه در قلب انسان، چه در راجب این کائنات، راجب جهانها، راجب زمانها، راجب احساسات، راجب الفاظ، راجب عبارات. لیکن همراه اینا لفظ نیست، فقط گویا که یک چکش سر آدم میزنه. و موضوع اصلی این سوره یک چیزه، مثل همین سوره های مکی تقریبا، یعنی موضوع توحید، موضوع عقیده و آنچه که مرتبط به توحید میشه. توحید الوهیت که جز خدا را عبادت نکنید، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحیدی که غیر از خدا را مطیع نشید، چه در دنیا و در آخرت ربتون خداست. راجب وحی، راجب قیامت و این موضوعات رو بررسی میکنه که رژیم پلید روحانیت ابلیس با این عقیده به نام همین دین می جنگه. و لذا استادانشون که در کلیسا و کنیست باشند، صهیونیست ها و صلیبی ها، هرگز نمیتونند با اسلام اینطوری بجنگند. ایناش جنگیدن، در عراق موندن، در افغانستان جنگیدن موندن. این دین قوی تر از اینه که رو در رو بشه باش جنگید، هرچقدر مسلمان ها ضعیف باشند. لیکن دشمن دوست نما را نتوان کرده علاج. دشمن منافق را، دشمن رافضی را، دشمنی را که 9 دهم دینش تقیه، دشمنی را که کلیسا و کنیست و آتشکده در ساختار فرهنگی، عقیدتی، دینی، تاریخیش سنگ تمام گذاشتن، با این جنگیدن خیلی مشکله. مشکلش در اینه که هرچی شما بیرون میگه بله چشم. دشمن دوست نما را نتوان کرده علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. این موضوعی که قرآن روی این آیه مثل همه آیات مکی روش محورشه، لیکن موضوعات متعددی داره. شما وقتی موضوعات میشنوید گویا که بار اول میشنوید. این سوره مکیه، برخلاف بعضی از اقوال که آنچه که مثلا در مصحف امیری اومده یا بعضی مصاحف دیگه که اعتمادشون بر بعضی از روایت هاست که اونا گفتن مدنیه، مکی بودن این سوره خیلی واضحه، چه در طبیعت موضوعش، چه در روش ادایش، چه در فضای عامی که درش حرف میزنه که کسی اونو نگاه میکنه و روش و اسلوب قرآن بدونه، میدونه که این سوره مکیه. و این روش شناسی، اسلوب شناسی همه بشر اینو داره. شما وقتی در شعر یک شاعر متخصص باشید، میدونید که این شعر از اون هست یا انتحال دیگران ساختنش. در ادبیات همچنین، در تصوف همچنین، در هر رشته‌ای، در هر فنی. ولذا کسی که به اسلوب قرآن وارد باشه میدونه که این سوره مکیه و در هر بار یه موضوع رو عرضه که میکنه گویا که این موضوع رو قبلا باز کرده، گویا که موضوع جدیده، معانی جدید درش میذاره، الهام جدید درش میذاره و این قضایا رو بحث جدلی خشک عادت فیلسوفان و کلامیان وارث فلاسفه است اینجوری بحث نمیکنه که با یک کلماتی منتهی بشه، به قضایای ذهنی خوش منتهی بشه. روش فلاسفه و علمای کلام دقیقا همینه. شما وقتی میخونی خسته میشید، چون با قلب شما سرکار نداره که قرآن نه. و این روش عرض اسلوب اهل سلف با اهل خلفه در اسلام.
همچنین باید برای شهادت میداد، نه اینکه 4 تا آخوند مکار دجال امام تراش این دروغ ها را ببافند که از پشتش نان بخورند و شیعیان رو بفریبند. والذی انزل الیک من ربک الحق، آنچه که به حق از طرف پروردگارت نازل شده. علامت حق چیه؟ بعضی میگن که علامت حق اینه که مطابق واقعیت باشه، حقیقت داشته باشه، مطابق عقل باشه. خداوند سبحانه و تعالی در این زمینی که من شما هستیم یک قوانین گذاشته، سنت ها، قوانین، و عقل انسانو بر طبق مطابق این سنت ها درست کرده. ولذا عقل انسان اشیایی که در ماحول خودشه جز بر وفق مبدأ سببیت نمیفهمه. هر چیزی سببی داره. ولذا هر کاری میکنه بچه میپرسه چرا و برای عقل همه من شما هیچ چیز رو هیچ چیز بدون سببی رو نمیفهمه. و خلق خدا اینجوریه. و خداوند سبحانه و تعالی این مخلوقات و این آفریدگار این آفریده رو بر وفق اسباب آفریده. مثلا باران سببی داره، باد سببی داره، رشد گیاهان سببی داره. باید یک بذر باشه، این بذر کاشته بشه، بیرون بیاد از خاک، آب میخواد، خاک میخواد، باید جو مناسب باشه، حرارت و گرما و سرما باید مناسب باشه تا آخرش. یعنی که رشد گیاه یه اسبابی میخواد، وزیدن بادهای اسبابی میخواد، فرود آمدن باران اسبابی میخواد. همه این کائنات بر مبنای قانون سببیت، سنت سببیت. در همین کائنات یک قانون غایی وجود داره، یعنی هدف داشتن. همه چیز با هدفه، هر چیزی برای یک هدف، برای یک غایت خلق شده. هر چیزی که خداوند خلق کرده بنا به اراده خودش اونو خلق کرده به خاطر یک هدفی. ولذا عقل اشیا را جز به وسیله یک هدف معین نمیفهمه، هیچ چیز بدون سبب نمیفهمه. الان دوباره این سوال پیش میاد، این امام کوران و کرانی که بدبختان بر خود تراشیدن چه هدفی داره؟ از وجودش چه هدفی است؟ چه چیزی حل شده جز برای خر سواری بر مشتی آخوند؟ شما وقتی آقای یوسف لطفا به من خبر بدید که شما خبر میدادید، من میدونم، ولی حتما تلویزیون هست پیش شما خبر، چون پیش من نیست الان. شما اگر یه دستگاهی رو نگاه کنید، یه دستگاه کوچک، وقتی یک کلید رو میبینید میدونید که این دکمه، این کلید برای یک هدفیه. برای که عقل هیچ چیزی رو بدون سبب نمیفهمه، هیچ چیزی رو بدون هدف نمیفهمه، تناقض رو قبول نمیکنه. اصول عقلی اینطوریه، مبادئ و ارزش عقل در همینه که جز با هدف، جز با غایت چیزی رو نمیفهمه. و این اصول سبب تنظیم قوانین زمین میشه که ارزش هایی که در عقل انسان هست با اون چه که در ماحولش موافقه. ولذا با عقل من شما میتونیم یه چیز رو بگیم این درسته، نادرسته، این چی سبب داره، بدون سبب متوجه نمیشه. وقت چیز سبب داشته باشه، علت داشته باشه، میگیم درسته، بدون سبب میگیم باطله. این سخنی که مثلا عقل قبولش نداره. این یک. تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق.
این آیات کتابه و آنچه که برات نازل شده از طرف پروردگارت حقه. یعنی چی؟ یعنی این کتاب حقه، این کتاب باطل نیست، حق چیز ثابتیه. اینطوری نیست که امام زمان امام قرآن کران بیاد دو سوم این کتاب برداره با خودش ببره، دروغی بیش نیست، مثل بقیه دروغ‌های روحانیت و تشیع و امثالشون. این کتاب حقه. ولذا خداوند عزوجل اون چرا که خداوند خبر میده من شما طوری بنگریم همه اون چرا خداوند در قرآن خبر میده که گویا با چشم سر میبینیم. چشم سر ممکنه اشتباه بکنه لیکن خداوند نه. به عنوان مثال خداوند میفرماید که و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله، در سوره مائده آیه 116. آنگاه که خداوند میفرماید، چرا میگه فرمود؟ برای فعل ماضی آورده که قابل تکذیب نیست، کاری شده، تمام شده. این دیگه در صورتی که در آینده یا عیسی ابن مریم، ای عیسی فرزند مریم. چرا فرزند مریم؟ چرا اسم پدرش نمیگیره؟ برای که اینجا افترای یهودیان رو دور کنه که او رو فرزند یوسف نجار میدونند که نعوذ بالله زنازادهش میدونند، در صورتی که از بنی اسرائیل بعد از خودشونه. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفته اید که مرا و مادرم را خدای غیر از خدا بگیرید، با دوتا رو خدا بکنید؟ همین کاری که عیسی پرستان الان انجام میدن. خداوند این سخن در روز قیامت به عیسی میگه. خب اینجا دو نکته هست. پس امامهای زورکی شیعه و بزرگان مجعول عرفا و صوفیه آیا همطوری مؤاخذه نمیشن؟ و هزاران بتخانه و زیارتگاهی که جای خدا رو گرفتن همینجوری مؤاخذه نمیشن؟ عیسی پیغمبر اولوالعزم و خداوند مؤاخذه میکنه. لیکن اینجا شاهد الان در این موضوع نیست. شاهد اینه که چرا خداوند اینجا فعل ماضی به کار برده، در صورتی که این در آینده، برکه اون چرا که خدا میگه به حکم آینده، اون چرا که خدا ماضی و مضارع و حال برای من شماست، برای خداوند همه چی یکیه. یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نه ما ندیدیم. ندیدید که خداوند با اصحاب فیل چیکار کرد؟ ما ندیدیم، پیغمبرم ندیده. گویا که این سوال که خداوند مطرح میفرماید به شکل یک استفهام تقریری که چرا، یعنی این که اون چرا خداوند به تو میگه به منزله رؤیته، به منزله دیدنه. الحق، معنی حق چیه؟ اگر خداوند در کتاب خودش به یک انسان زندگی خوب و وعده بده، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، این یک قاعده، این یک قاعده که از دو تا چهار تا قوی تره. یعنی یک قاعده ریاضیه، مثل قاعده ریاضی چطوری دو تا 5 تا نمیشه، دو تا 3 تا نمیشه. قرآن وقتی میفرماید که من عمل صالحا، هر کسی از شما از زن و مرد عمل نیک انجام بده و مؤمن باشه، ایمان توحیدی نه ایمان شرکی، نه ایمان امامتی، ایمان رسالتی، ایمانی که رسالت ختم بدونه، ایمانی که مبناش لا اله الا الله باشه، نه 14 تا معصوم درست کنه، 14 اله درست کنه، یا 14,000 شیخ و پیر و قطب قلندر درست کنه. من عمل صالحا، هر زن و مردی از شما که عمل نیک انجام بده و مؤمنه، یعنی به خاطر خدا، فلنحيينه حیاة طیبه، زندگی خوبی بهش میدیم. معنیش این نیست که مؤمن معصوم میشه، جست و خیز نداره. این نیست. ما بشریم روی زمین،
لکن خیر الخطائین توابون، بهترین خطاکار اونه که زود توبه کنه، زود هر اشتباهی کرد زود توبه کنه. چطوری انسان جسمش کثیف شد فوری باید بشوره؟ وقتی جسم انسان، لباس انسان کثیف شد میذاره برای یه هفته بعد میپوشدش همینجوری؟ نه، روح من باب اولاد که انسان باید زود تمیزش کنه و هیچ راهی بر تمیز کردن روح مثل پناه بردن به خدا نیست. آقا برو پیش خاخام اعتراف کن، خاخام بشره مثل خود و اعتراف میکنه خودش به گناه میفته. برو سر قبر، برو شرک انجام بده. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمنه فلنحيينه حیاتا طیبه. خداوند وعده میده که ما زندگی خوبی بهش میدیم، وعدهش حقه، حتما چنین خواهد شد. خب خداوند وعده داده که من ربا رو نابود میکنم، یمحق الله ربا، مالی که از ربا باشه من نابودش میکنم. این حقه، دیر زود داره، لیکن چی میگن ساخت و سوز نداره. و کسی که ربا میخوره خداوند بهش وعید داده، تهدیدش کرده که به جنگ با خدا و رسول. این خداوند هم وعدهش حقه هم وعیدش حقه، بهشت حقه، آتش حقه. ولذا در این آیه والذی انزل الیک من ربک الحق، این چیز ثابتیه. حق چیز ثابت رو میگن، چیز مستقر رو میگن، حتما شدنیه. اون چرا که خداوند میفرماید به حکم واقعه، یعنی واقع شده. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. مردم دو گروهند. خداوند انسان رو آزاد گذاشته که هدایت رو انتخاب کنه یا ضلالت رو، خیر رو انتخاب کنه یا شر رو، ایمان رو انتخاب کنه یا کفر رو، توحید انتخاب کنه یا شرک رو، بین خدا پرستی و بین قبر پرستی، بین رسالت و سنت و بین بدعت و امامت. همه اینها رو مختار گذاشته. بعضی ها ایمان میارن، بعضی ها کفر میورزن، بعضی ها شرک میورزن، بعضی ها شاکر میشن، بعضی ها کافر میشن. بعضی ها یعنی خداوند این اختیارشون داده، بعضی ها حرف خدا رو میپذیرن، بعضی ها تکذیب میکنن. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. ولذا انسان با اکثریت نباشه، با اکثریت کافر و با اکثریت مشرک و با اکثریت خرافی و با اکثریت اهل بدعت نباشه، با اقلیت موحد باشه، با اقلیت مؤمن باشه، با اقلیتی که خدا رو شناخته حتی اگه یه نفر باشه، با اقلیتی که توحید رو شناخته حتی اگه یه نفر باشه. خدایت کیه؟ اونی که این کتاب و رسول نازل کرده. اون خدا کیه؟ اون خدا همون خدایی است که پیغمبر رو فرستاده، یک کتاب باش فرستاده که با این کتاب هدایت بشی. کتابی که خدایی که صاحب اسماء الحسناه، خدایی که در آیه دوم خودشو معرفی میکنه، الله الذي رفع السماوات بغیر عمد، که انشاءالله اینو در جلسه بعد توضیح خواهیم داد اگه خدا عمری بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اینجا پیش من که نمیاد.
بریم سراغ سوال ها و کلیپ هاتون. کسانی که کلیپ میفرستند خواهش میکنم شرح بدن، اگه شرح ندادن کلیپ نفرستند. شعر جنجالی و شنیدنی درباره اوضاع کشور ما. پیش میت دوغ بارانی چه فرقی می کند؟ امنیت با وضع بحرانی چه فرقی می کند؟ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، کفرورزی با مسلمانی چه فرقی می کند؟ وقتی از دریای نفت و گاز سهم ما هواست، نفت با ریگ بیابانی چه فرقی می کند؟ مال بیت المال اگر وقف چپاول کردن است، شاه باشد یا که روحانی چه فرقی می کند؟ چون که از ما بهتران هر چیز ما را می خورند، قحطی آید یا فراوانی چه فرقی می کند؟ ارمان دین اگر ایجاد شهر هرت بود، تخت شیخ و شاه ساسانی چه فرقی می کند؟ پیش مسئولین عالی رتبه بی دغدغه مملکتداری و چوپانی چه فرقی می کند؟ صنعت ما قطعایش وقتی از دم خارجی است، خارجی یا جنس ایرانی چه فرقی می کند؟ توی این دشت که شتر با بار خود گم می شود، دزد با مأمور دژبانی چه فرقی می کند؟ وضع شعرم مثل کشور بس که بحرانی شده، مدش با بیت پایانی چه فرقی می کند؟ آفرین برش. اینو میگن سخن حق در مقابل باطل. از 100 تا خطبه دروغینی که حق و باطل رو قاطی کنند و توجیهگر ظلم و جنایت باشند بهتره. دوستان این کلیپ رو ببینید. تلویزیون فداک یک فیلم درست کرده به نام دختر پیغمبر و اهانت هم به اسلام و هم به مسلمانان. مسلمانان اعتراض کردند و جلوی پخش این فیلم رو گرفتند. ولی بنده اینو از بازی های سیاست بریتانیا میدونم. الان فیلم رو نگاه بکنیم بعد شما توجه کنید. To agree with what you're saying. Thank you, sir. We are not prepared at this cinema to show this. شبکه سینورلد بریتانیه برای سینماها قرار بوده این پخش بشه. مسلمانان که اعتراض کردن پخش نشده، متوقفش کردن. و علت هم به خاطر اهانت به اسلام، به خاطر که بیشتر از 119,000 نفر امضا کردند که این فیلم نجات پرستی و اهانت آمیزه. در ایران شرک زده همه اهانت هایی که در دنیا میشه اونجا بر اسلام میشه، لیکن به شکل دیگری. نحن بإعلاننا عن فيلم سيدة الجنة عليه السلام من اليوم الأول، هذا الإعلان كان بمثابة إعلان حرب على أبي بكر وعمر. میگه ما با اعلام خودشون راجع به سرور زنان بهشت این جنگ با ابوبکر عمره. این آدم نادان و کودنیه که این حرف میزنه. هیچ کسی تشیع رو مثل این فرد به اسم یاسر حبیب که کویتی الجنسیه و از اونجا فرار کرده رفت آمده بریتانیا، هیچ کسی مثل این و مثل اللهیاری تشیع رو رسوا نکردن، بلکه حقیقت تشیع رو ظاهر کردن. اگر ما هزاران کتاب می نوشتیم نمیتونستیم اینقدر تشیع رو رسوا کنیم که اینا رسوا کردن.
بهترین راه جنگ به باطل اونه که شما باطل رو به همطور که هست نشونش میدید. و در کویت هم ازش سلب تابعیت کردن به اتهام اینکه مخالف امنیت ملی کویته. و اولین فیلمی است که صورت پیامبر رو ظاهر میکنه. تا حالا هیچ مسلمان این کار رو نکرده و این کار جایز نیست. با تکنیک CGI یا CGL نمیدونم. آقای یاسر زاطره هم حاشیه نوشته که البته دوره، من نمیتونم بخونمش، قبلا خوندمش بر رد این فیلم. مسلمانان بریتانیا مردانگی کردند و جلوی این فیلم رو گرفتند. خب این از سیاست خود بریتانیا است. چرا؟ برای اینکه به قول شیخ سعدی رحمت الله علیه یه شب بسیار سرد اومد بیرون، سگا بهش حمله کردن. این ورور دوید دیدی همه چیز یخ بسته منجمده. گفت عجب شهریه، سگها را رها کردن و سنگها را بسته. ها الان ما اینجا یک کانال بسیار فارسی داشتیم در گوشه منزل خودمون، در یک با کمترین امکانات، کاری هم با کار بریتانیا نداشتیم. BBC 3 ماه بعد از اینکه آقای حجاریان شکایت کرد به وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه ایران شکایت کرد به اتحادیه اروپا از یک طرف، و بعضی از کشورهای عربی هم میخواستن این تلویزیون بسته بشه از طرف دیگه. ببین چطوری مسئله، مزدورایی که به کار گرفتن اینجا و اونجا. و در حال مثال فارسی با نقشه ظاهر BBC که آمد راجع به تلویزیون های فرق گرا اصطلاح خودش بررسی کرد. هم این تلویزیون، هم تلویزیون صفا، هم وصال که البته وصال الان بسته شده و صفا هست، و هم تلویزیون وصال فارسی، همه این را بررسی کرد. هدف فقط بستن وصال فارسی بود. وصال فارسی بسته شد با توطئه، با نادانی و حماقت دوستان و توطئهشون و با توطئه دشمنان. در اینجا هر دو ملتقی شدن و من مدرک از هر دوتاشون دارم، نه که از یه طرف. لیکن همه چیز رو پشت تلویزیون نمیشه گفت. اگه بریتانیا نمیخواست میتونست جلوی همین این مردک رو بگیره. در تلویزیونش رژه نظامی داره. دقت میکنید با نسبت قوانین بریتانیا خیلی مخالفت ها داره. درست مثل تلویزیون فولادمند که لعنت خدا برش باد. لیکن از 5 قرن پیش بریتانیا مدافع تشیع بوده و هنوز هم هست. اینو بارها توضیح دادم. بنده 25 سال اینجام، هنوز یه پاسپورت ندارم. شیعه رو شما ببین چطوری
به راحتی همه کار میکنن. بله. Totally agree with what you're saying. Thank you. این عکس منو خیلی تکون داد، اصلا باور نمی کردم. مولانا عبدالعزیز تو مجلس خبرگان رژیم بود، هرگز پشت سر شیعه نماز نمی خوند. عبدالحمید تا الان هم جرأت نمی کنه با این همه چیزایی که داده، سوسیایی کرده، تا هنوز جرأت نمی کنه پشت سرشون نماز بخونه. لیکن طالبان پشت سرشون نماز بخونن، این نوشته زیرش که ای مجاهدین، نمازتان پشت سر شخص بی وضو قبول باشد و سیاست اشتباه انسان را از دین انحراف سلب عقیده میکنه. این فارسی برادران دریه. در هیچ مذهب اهل سنت و جماعت نماز پشت سر امام شیعه جایز نیست. بله الان اینو اگه طالبانند واقعا اینها که باید فاتحه طالبان رو خوند. من نمیدونم واقعا اینا طالبانند یا نه، یا کجاست. دقت میکنین؟ اگر کسی از دوستانم میدونه لطفا ما رو خبر کنه که واقعا اینا طالبانند. ما این زمین رو افراد صالح و شایسته به ارث میبرن. امام باقر علیه السلام هم میفرمان اون افراد صالح و شایسته امام زمان علیه السلام و نه، امام باقر خیلی فهمیده تر و خیلی عالم تر از اینه که چون این جفنگی رو بگوید. جمع و برای یک فرد به کار نمیبره. این گفته عبادی. این امام اجتون که تازه نصف عباد هم نیست، اصلا وجود نداره، فرزن وجود داشته باشه عبد یه نفره، عبادی نیست. خجالت نمیکشین اینجوری قرآن تحریف میکنید؟ لکه معمم شیعه میتونه بدون تحریف زندگی کنه؟ اصحابشون هستن. یک نفر مانده از این قوم که چرندیات، چرندولوژی، مذهب چرندولوژی. شیعیان محترم هرچه زودتر از این مذهب دست بشورید، شما رو بدبخت کردن با این مذهب. آقای احمد زسپان سلام. طالبان هم حزب سیاسی است و زبان مشخص میکند و امید به آنها هم نیست، چون آنها هم دنبال قدرتن. دنبال قدرت باشند اشکال نداره، حزب سیاسی هم باشند اشکال نداره، لیکن از دین فاکتور نگیرن، از ثوابت نزول نکنن، حق و باطل و باطل و حق نکنن. دقت میکنی؟ ما در ایران از طالبان خیلی ضعیف تریم. با این حال اکثریت قاطع اهل سنت پشت سرشون نماز نمیخونه. هر کی پشت سر شیعه نماز بخونه میگه آدم خود فروشیه، خودشو به دولت فروخته، پیش مردم ارزشش رو از دست میده. من چون شما رو نمیشناسم، نوشته فضای مجازی اومده، خود شما رو نمیشناسم و چطوری فیلمی رو که شما نشون دادی بفرستم. آقای یوسف میگویند که پخش اینترنتی امشب مشکلی نداره، خدا رو شکر. آقای ابو مهدی، حجت الله فی الارض الامام الاکبر، عجب القابی بهش دادن. به کی؟ به همین این القاب برای کیه؟ ازم توضیح ندادی، من چطوری پخشش کنم؟ توضیح بده که چی هست.
کلیپ جالب درباره کلیپ های دروغ و تقلبی که در فضای مجازی می سازند. انسان به راحتی فریب می خورد. قرآن کریم این را ما می فهماند که هر خبر یا جریان را میشنوید یا می بینید از آن مطمئن شوید قبل از اینکه از آن مطمئن شوید بررسی و تحقیق کنید، مبادا دچار فتنه و اشتباه شوید. اصلا وقتی می نویسید زود ننویسید که اشتباه بنویسید. خب الان سقوط شما میخوای بگی که چطوری فیلم میسازن، درسته؟ بفرمایید. بفرمایید. التماس تفکر. مولوی شبیر احمد معاون ستاد نیروهای گروه طالبان و تنی چند دیگر از صوفی ها و فرمانده طالبان در سفر به ایران در شهر طایبات به یک آخوند رافضی مشرک اطلاعاتی در نماز اقتدا نمودند. الان شما واضح ترش کردید تازه. بله. آقای علی لور. من با بیشتر شدن اطلاعات دینی خودم به بحث با شیعیان متعصب میپردازم. با یکی که ابوبکر عمر رو گمراه و غاصب حق علی میدونه صحبت کردم. اولش واقعی اصلی قدیرخم را توضیح دادم که علی برای جمع آوری زکات به یمن رفته بود و تا آخر توضیح دادم. قبول نکرد. معلومه قبول نمیکنه. بعدش آیه و سابقون الاولون حضرات تا آخر خوندم و گفتم طبق آیه قرآن خداوند پیشگامان نخست مهاجر انصار راضی است. بعد شما آخوندان ناراضی هستید. جالبه که میگفت این آیه قبل مرگ پیامبر بوده و اونا بعدا مرتد شدن. خب خدا هم نمیدونسته، حرفشون همینه، میگن بدع حاصل شده، خدا هم تغییر رأی داده و این کلمه کفره. گفتم ای جاهل، خداوند با توجه که از آینده خبردار میگه فلان گروه بهشتی است. در آخر گفتم اگه مدت انتشار برای حل مشکلات این قرآن را حاکم و حسن قرار دهند همه چیز حل میخواد شد. بله، خدا بهتون خیر بده و ثابت قدمتون نگه داره. مطالبی در مورد انتخابات مردمی ولایت فقیه کوتاه. در مبانی ولایت فقیه اگر 100% مردم حکومت ولایت فقیه رو نخوان، آیا حق تغییر اونو دارن؟ مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم شرطی؟ رئیس جمهور منتخب مردم. این مردک دجال در اول انقلاب ولایت فقیه رو اصلا قبول نداشت. بعدش آمد پای خامنه‌ای رو بوسید. بله. اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. اما چه کسی به ولی فقیه چنین حقی رو داده؟ مردم؟ ما ولی فقیه رو برگرفته از ولایت امیرالمومنین، ولایت حضرت ولی عهد. او ولایت امیرالمومنین خودش هم قائل بهش نبود، ولی اصلتون که دروغی بیش نیست. ولایت پیغمبر ولایت الله ما میدانیم. بله ولایت الله. بله درسته. یه 14 معصوم به این خاطر درست کردی. کسی که ولایت خدا را داره ته چا پنهان میشه، کانگستر میشه. در مقابل رأی کسی که خودش نماینده خدا میدونه چه تأثیری داره؟ یعنی تمام این آرا مثل هزاران میلیون ها صفر، وقتی یک آمد معنا پیدا میکنه. یک آمد معنا پیدا میکنه. دو تا چند تا میشه آقای قزوینی؟ بله.
نسبت این مثال اینه که ولی فقیه هم بدون مردم یک بیشتر نیست. رأیمونو که براشون 0 میارزه از کنار یکیشون برمی‌داریم و به دروغ نمایندگی خدا پایان خواهیم. هر که باش مخالفت کنه میشه حیوانات درنده. مستند قسمت دوم. دولت آینده شما چگونه خواهد بود؟ موضوعیت انسان صحیح و از این به بعد زنها و مردها آزاد، ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند یا خلاف مصلحت مملکت بکنند، البته اونها جلوگیری خواهد شد. بارها خبرنگاران ازش میپرسن زنها آزادن؟ گفت بله، زنها در جمهوری اسلامی که ما درست کنیم یا حکومت اسلامی اوایل آزادن مطابق شرع اسلام. این مطابق شرع شما نمیفهمیدیم بعداً چه مصیبتی خواهد شد. یا میگفتش که مثلا بارها ازش میپرسیدن مخالفین حق حرف زدن یا میگه حتی کمونیستا آزادن برابر شرع اسلام. یا خطبا نمیدونستیم این برابر شرع اسلام یعنی که فردا اینا کافرن مرتدن میتونن سرشون هم ببرن اعدامشون هم بکنن. اما ها و اگرها و مگرها و مشروط به ها در آن هنگام. خب این تقصیر اون نیست دیگه، این تقصیر خود شما و خود روشنفکران و تابعان شیعه و مقلدان ایشونه و این مصیبت بزرگ و شاه میتونست حل کنه، لیکن قدرت و تفکرشو نداشت، اون دور اندیشیشو نداشت. اگر شاه کتابای خمینی رو آزاد میذاشت و امثال آیت الله برقعی، امثال کسروی، امثال شریعت سنگلجی، مصلحان تشیع، هدایت شدگان تشیع اگر میدان میافتند، البته اون در اون رژیم مذهبی نبود، مذهبیون در حاشیه بودند، دقت میکنین؟ یعنی اگر میکروفون دست اینها می بود میتونستن افکار خمینی رو خنثی حرف میزنه. وقتی کم رنگ میشد برای خود باز اقلیت هایی که در ایران میکنید اقلیت احترام دارم و سایر اقشار ملت در اونجا با رفاه زندگی میکنن. دین اقلیت مذهبی که بجا خودشون اهل سنت که دومین جمعیت بزرگ ایرانن، ببینید چه وضعی دارن که وضع فلسطینیان در اسرائیل غصب شده بهتر از وضع اهل سنت در حضرتتون ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده رو در نظر دارید که آیا باید محدودیتی برخلاف قائل شد؟ دست شما در نکنه آقای هدایت شده هیئتی، آقای عبدالصبور. آقای عبدالصبور، شما سوالی کردید ادعای این مولا درباره چی میگه؟ یعنی چی؟ شما حرفشو بنویس تا من بدونم چیه. این که من بیام کلیپ گوش کنم بعد اینطوری درست نیست. قبلا شما حرفشو بنویس، زیرنویس کن که این حرفو زده. کی برای ما ثابت کرده میتونه که علم در قرآن فرض باشه؟ چلنج میکنم برای تمام علمای جهان به حیث یک طالب العلم خود، اگر فرضیت علم برای ما از قرآن ثابت کرد، ما باز دو میگم که ما آقا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
این یکیه. ده ها آیه راجع به علم هست. طلب العلم فریضه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید فعلم انه لا اله الا هو، بدون حتی توحید میگه با علم داشته باش. تو طالب علمی؟ تو جاهلیت که حرف میزنی؟ حتی کلمه توحید باید با علم باشه و امر در قرآن دلالت بر وجوبه. حسی طالب العلم هم دیگه به حسی کسی که بیخیتی باشه، به اصطلاح یعنی از علم دور باشه، جاهل. نه، این شما سوراخ دعا رو گم کردید. آقای محمد بلوچ، شیخ محمد صالح پردل راجع به مولانا عبدالملک مولازاده، خدا خیر شما بده. در مسیر راه که می رفتیم از چابهار که رفتیم وارد منطقه سرباز شدیم. منطقه سرباز که رسیدیم منطقه است که پر از علماست. علمای بلوچستان همه از منطقه سربازن. رسیدیم به سرباز. اون کسی که همراه ما بود یک مولوی گفت که اینجا قبر مولوی عبدالعزیز بزرگ بلوچستانه. مولوی عبدالعزیز اسم شنیدی دیگه، بزرگ بلوچستان، اون عالم بزرگ و ربانی. و قبر باباش مولوی عبدالله و قبر پسرش مولوی عبدالملک که در خیابانهای کراچی 2 خشاب تیر از مغز سرش گرفتن تا قدمش خالی کردن. اونی که جاسوسی کرد خودش یک بلوچ بود، بلوچ مخالف بود، گویا که با اطلاعات ساخته و بعداً یعنی خیانت انجام داد. بعداً اون بلوچ بعد از شهادت ایشون بازگشت به ایران و بعداً خود اطلاعات کشتش بعد از مدتی. اونجا شهید شد و آوردنش کنار باباش اونجا خوابوندن. مولوی عبدالملک در دانشگاه مدینه پسر مولوی عبدالعزیز بود که یکی از علمایی بود که جوان بود، خونگرم بود، هر جایی میرفت تحول به وجود می آورد. یکی از دوستانش تعریف میکرد، میگفت که شبی در جای خوابیده بودیم. ایشون خب فکرش اسلامی بود، فکرش کاملا اسلامی بود و آقای احراری خیلی هم باش رفیق بود. ایشون با لایکا می جنگید. اگه خامنه‌ای امضاش نکنه سلیم، خدا تنها در کنار قبر حسین مستجاب میکنه. بفرمایید. خدا رو آخرش حسینیش میکنن، نعوذ بالله، همچنان که علویش کردن. امام هادی مشکلی پیش اومده بود برای حالا همش دروغ اهل بیتشون یا مثلا جامعه شیعه، یک نفر پول دادن. دنیا جامعه شیعه فقط، بقیه هیچی. گفتن این پولو بگیر، سامرا بودن، برو کنار حائر حسینی دعا کن برای رفع این مشکل. حالا یادم نیست بیماری بود یا مشکلی. اون کسی که پولو گرفت بره، وقتی اومد بیرون براش سوال پیش اومد، آقا این خودشون امامن، امام هادی مستجاب الدعوه هستن، حالا به یکی میگن برو برای حل این مشکل در حرم جدم سید الشهدا دعا کن. برگشت سوال کرد آقا این قضیه چه؟ گفتن خدا دوست داره دعاها رو زیر قبه امام حسین مستجاب کنه. حتی این حرف مال از شرک و بیعقلیه. اصلا بر سر قبر دعا کردن کار درستی نیست. حتی بر سر قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انسان میره، وقتی دعا میکنه امام مالک میفرماد که بهتره که رو به قبله دعا کنه. دقت میکنی؟ سر قبر جای دعا نیست. سر قبر جای سلام کردن بر مرده. و وانگهی قبر پیغمبران نباید با قبر دیگران مقایسه کرد علیه السلام. پرستش مجسمه عیسی مسیح.
چه تفاوتی داره با پرستش حسین، با پرستش علی؟ یه چوب درست کردن به شکل عیسی مسیح. هیچ تفاوتی با مراسم تشیع نداره، بلکه به قول علی شریعتی این مراسم رو همش از مسیحیت وارد کردن با خاطر ضدیت با عثمانیان. امام صادق توانایی زنده کردن افراد مرده رو داشته، خودشو زنده کنه. اگر راست میگی. داوود ابن کثیر رقی میگه من توی مدینه محضر امام صادق بودم، یه جوانی گریه کنان وارد شد. چی شده؟ گفت آقا نذر کرده بودم همسرم رو بیارم حج، وقتی وارد مدینه شد مرد. آقا فرمودن نمرده، پشو برو پیشش. گفت آقا مرد، من روش هم کشیدم، به قول خودمون کار تمام شد. فرمودن نمرده، برو پیشش. جوان رفت و مثلا بعد نیم ساعتی با لب خندون برگشت تا چشم همسرش به امام صادق افتاد. گفت هذا الذی شفع الله لی فی احیایی، این هم آقایی که شفاعت کرد خدا من زنده کرد. این اختیاراتی که خدا به این خانواده داده، به این دروغ محض، همش دروغه. خدا به این خانواده داده که خدا بشن، 14 معصوم داده. پس خداوند یحیی و یمیت نیستش، امام صادق یحیی و یمیته. و کفر عظیم آخوندهای شیعه در همینه. فرقه جدید زن داره مردها رو نماز میده. جالب اینه که وقتی از رکوع بلند میشن سمی الله لمن حمده میگن، میگه به جای سمی الله الله اکبر میگه. این درست نیست که زن امام مرد باشه، لیکن این کار گناهش از اون چی که در یا حسینی ها، در زینبی ها، در فاطمیه ها، در مراسم شیعه، در مراسم صوفی رخ میده از شرک، این خیلی خیلی کمتره. خداوند شرک رو نمیبخشه. این حرفی که آخونده الان زد کفر مطلقه، شرک مطلقه. اما اون نماز میخونه لیکن زن رو پیش نماز کرده، اون کفر نیست لیکن نادرسته. هیچ گناهی برابر با شرک نیست. شرک بالاترین گناهه. مادر تاها چند سال قبل سلام علیکم سلام، چند سال قبل به خاطر تعریف کردن گفتیم یه خانم درخواست صیغه میکرد، میگه تو مذهب شیعه زن شوهر دارم میتونه صیغه بشه؟ بله صیغه دو طلاق موقت دارن. اون رئیس سپاه شاید اصلا باش صیغه ای بوده، از کجا معلوم که زنش باشه؟ دقت میکن اینجا از لندن یارو زنه از شوهرش طلاق میگیره که با آیت الله با روحانی بره حج، طلاق موقت. همه کثافت های دنیا رو اینا تو مذهب خودشون جمع کردن. بدتر از این متعه دوری، یک در اعوذ بالله آدم از گفتن اینا شرمش بیاد. یه زن در روز با چند نفر میتونه صیغه کنه، ماهانه، هفته‌ای، نمیدونم. اعوذ بالله. آذری قمی رو میشناسید؟ لعنت خدا برش باد. آذری قمی پس از مرگ خمینی بزرگترین حامی خامنه‌ای و اولین نفری بود که اسم خامنه‌ای رو به عنوان جانشین خمینی پیشنهاد کرد و ولایت فقیه با تلاش‌های اون بود که مطلقه یعنی همه کاره شد. خودش گفته در سال 68 در شورای بازنگری قانون اساسی که تنها مدافع ولایت مطلقه من بودم،
آقای هاشمی آهسته به گوشم گفتند آنچه تو میگویی مظفرالدین شاهه. این آخوند اختیارات ولی فقیه رو تا سقف تعطیل توحید میدونست. یعنی اگه ولی فقیه دستور بده میشه به جای پرستش خدا بت پرستی کرد و عملاً بالاتر از مظفرالدین شاهه. اما ورق در سال 73 برگشت، چون در رسالش گفت مرجع تقلید باید اعلم باشه، یعنی خامنه‌ای نمیتونه مرجع باشه. همین رو گفت و بلا گفت. رسالش توقیف، درسش تعطیل، از جامعه مدرسین اخراج. خب این پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که هر کسی که به ظالمی را کمک کند خداوند همون ظالم رو برش مسلط میکنه. به ماشینش حمله کردن، شیشه هاشو شکستن. از آبان 76 حصرش کردن و درهای خونش رو هم از بیرون جوشکاری کردن. در حصر نوشت یزید بزن، خوب میزنی. رهبری خامنه‌ای معلول تلاش من بوده که از خدای خود و از شما جوانان عزیز عذر میخوام. در نهایت نیمه شب 11 بهمن 77 2 پرستار مرد ماده‌ای به وی تزریق کردند و چند روز بعد مرد. حتی دکتر معالجش هم بعداً در تصادف مشکوکی کشته شد. بله. حسن صباح اسماعیلی باطنی که در دنیای اسلام به خاطر ترورهاش وحشت انداخت، این خیلی بدتره. خامنه‌ای از حسن صباح 1000 درجه بدتره. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون خیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای ما مسکینان و گناهکاران هم دعا بکنید. تو ای ضیایی چشم و چراغ مایی نور